میدونستید کیک اسفناج اصلا یه دستور قدیمی نیست؟ اولین بار تو ترکیه درست شد. جایی که قرنالا میخواستن بدون استفاده از رنگ خوراکی یه کیک سبز طبیعی داشته باشن که خوش رنگ باشه. برای همین پوره اسفناج رو به کیک اضافه کردن و نتیجه شد یک کیک مرطوب، لطیف و متفاوت که طعم اسفناجش اصلا حس نمیشه. این ایده از ترکیه به اروپا رفت و کم کم تبدیل شد به یکی از ترندهای جذاب دنیای شیرینی‌پزی. امروز یکی از محبوب‌ترین کیک‌های سبز دنیاست. این ریز و سیف کن تا دستور کیک اسفناج رو رونق بده. نوش جان.